امام بخاری سال 810 میلادی در بخارای شریف چشم به عالم هستی گشاده است. گذشتگانش پیروان زردشتی بودند. نخست بابایش اسلام آورده نام المغیره را میگیرد. امام بخاری در سن 10 سالگی قرآن را حفظ میکند. وی تعلیمات اسلام را در نزد شیخان بزرگ بخارا گرفته است. وی در سن 16 سالگیش با برادر و مادرش راهی کعبه میگردند. بعد از زیارت حج مادر و برادرش به بخارا برمیگردند، اما عبدالله امام بخاری در مکه میماند. وی در سن 18 سالگیش به مدینه سپس به شهر بصره می رود. او بعدتر برای بیشتر آموختن حدیث ها به شهر کوفه و بغداد می رود. وی دیرتر به شام، الجزایر و مصر رفته از علمای بزرگ آن دور حدیث ها می شنید و می نوشت. امام بخاری بعد از 10 سال سفرها به خراسان سپس به ماوراءالنهر می آید. وی می گوید من از 1000 شیخ حدیث های صحیح شنیدم. الجامع الصحیح آغاز می کند. امام بخاری 16 سال عمر خود را به جمع آوردن حدیث ها گذرانیده بود. امام از حدیث های جمع آوردهش تنها 7400 تای آن را صحیح می شمارد. در نهایت امام بخاری از حاکمان وقت بخارا رنجیده به سمرقند به خانه یک شاگردش می آید. او 31 آگوست سال 870 از عالم چشم می پوشد. امروز مزار او در شهر سمرقند است. معلومات از کتاب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان، کتاب 4.